مریض امروزمون قراره که یه پولیپی رو که داره که در واقع به صورت پدانکوله هست، یعنی در واقع یه زایعه‌ای هستش که آویزون شده از دیواره رحمش و باعث همین علائم براش شده، یعنی خونریزی بین قاعدگی و اینها پیدا کرده، رو با هیستروسکوپ برداریم. الان ما داخل کویته رحم هستیم، یعنی داخل اون محیط رحمی هستیم. این که می‌بینیم این بغل، این همون پولیپیه که گفتیم آرزایی که بر مریض ایجاد کرده بود، اون لکه‌بینی بین پریوداش بود که اذیتش می‌کرد و اینکه دردهای قاعدگیش خیلی زیاد بود و خیلی شکایت داشت از اینکه مرتب تو طول سیکلش لکه‌بینی داره. همونطور که می‌بینید سوراخ‌های رحمی رو ما می‌تونیم خیلی راحت و خوب اینجا ببینیم که آزاد هستن، سالم هستن. این در واقع ما با این هیستروسکوپی تشخیصی برای درمان نازایی هم داریم انجام میدیم. این هم که پولیپه که حالا باید برش داریم.